ترکیب کیک شکلاتی و کارامل تو این کیک خیلی خوب میشه. تا آخر این ویدیو همراه من باش تا تمام نکات و فوت و فناشو بهت بگم. برای شروع 2 بسته پودر کرم کارامل رو به همراه 2.5 لیوان شیر سرد و 1/2 پیمانه شیر خشک و 2 قاشق غذاخوری شکر مخلوط میکنیم و اون رو روی حرارت ملایم قرار میدیم تا کاملا بجوشه. بعد از اون قالبمون رو چرب میکنیم و سسی که داخل بسته های کرم کارامل هست رو کف قالبمون میریزیم. بعد از اون به موادی که روی گاز حسابی جوشیده خامه همدمای محیط اضافه میکنیم و توی قالبمون میریزیم و حدود 2 الی 3 ساعت توی یخچال بهش استراحت میدیم. حالا توی این فاصله کیک شکلاتیمون رو آماده میکنیم. برای اون تخم مرغ، شکر، وانیل رو با دور تند همزن به مدت 15 دقیقه خوب هم میزنیم تا کاملا کرمی و کشدار بشه. بعد از اون روغن مایع و شیر رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. بعد توی یه الک آرد، پودر کاکائو، بیکینگ پودر رو میریزیم و با الک کردن به مابقی مواد اضافهش میکنیم. دقت کنین که حتما مواد خشکتون رو 3 بار باید الک کنین. با لیسک مواد رو هم میزنیم تا به این شکل یک دست بشه. الان میریزیمش روی کرم کاراملی که توی یخچال حسابی بسته. بعد تا قسمتی که کرم کارامل توی قالب هست قالب رو توی آب بیزاریم. بعد کیک رو توی فرن با دمای 180 درجه قرار میدیم. ببینین دوستای عزیزم، نکات درست کردن فلن کیک خیلی مهمه. تک تکش رو توی کپشن نوشتم، حتما بخونیدش.